شما خودتان فعلا از کدام نوع هوش مصنوعی استفاده میکنین؟ در کل هوش مصنوعی استفاده مختلف در جای مختلف داره. در بخش چت بات که یکیش چت جی پی تی از گوگل جیمینای و مایکروسافت کوپایلوت اینا، چت جی پی تی تقریبا مارکت به دست آورده. وقتی نام هوش مصنوعی رو میگیری کلگی نام چت جی پی تی، اول نام چت جی پی تی رو گرفتین. به خاطر اینکه در بخش چت بات خیلی خوب است و یک خوبی که چت جی پی تی داره نسبت به دیگه مدل‌ها است که خیلی فرندلی است. وقتی ازش یک سوال میکنی خیلی صمیمی جواب میده و در بیشتر موارد بعضی جاها شاید خوبم نباشه که میشه تو رو تایید میکنه، همیشه گپای تا گوش میکنه و بعد تو جوابای میده که قناعت بخش باشه و نوع جواب دادنش هم قسمی است که تو قناعت کنی. مثلا از گوگل جیمینای اگر استفاده کنین خیلی معلومات زیاد به شما میده، خیلی پر معلومات گپ میزنه نسبت به چت جی پی تی، اما قدر فرندلی نیست. به خاطر شاید در استفاده مختلف داره. اینا میتونیم بگیم که استفادهش مختلف از جایی که از گوگل جیمینای استفاده میشه. اونجا خوب است که از چت جی پی تی استفاده نکنیم و معلومات زیاد کار داشتیم از گوگل جیمینای یا پرپلکسیتی. وقتی که فرندلی میخواستیم یگان مشوره کنیم یگان گپ بزنیم با چت جی پی تی بهتر است.